دوست عزیز سلام، امیدوارم کارتون خوب باشه. با قسمت دوم آموزش تهیه لیستوفر در خدمت شما عزیزان هستم. برای بار چندمی دارم ضبط میکنم و اگه قطع نشه و اتفاق زلزله چیزی نیفته بتونم بارگذاری کنم که شما از این ویدیوها استفاده کافی رو ببرید. دوستان، همونجوری که اینجا ملاحظه میکنید این قسمت میشه پلن ما و نقشه شماره 1 ما. این علامت که شمال ما رو نشون میده، شمال واقعی، شمال نقشه، جهت باد و شرق و غرب و جنوب. و بعدش میام سراغ پلن خاکبرداری، اکسکاویشن پلن، فاندیشن اکسکاویشن پلن میشه نقشه خاکبرداری فونداسیون که از بالا اگه بخوام شروع کنم محورهامون فرقی نمیکنه، A و B اینجا باشه، 1 و 2 اینور باشه، یا برعکس باشه، یا این سمت باشن، مهم نیستن. این علامت هایی که میبینید به منظور نشان دادن قسمت شیبدار هستش. ببینید اینجا خاک برداریش به صورت شیبدار هست، منظورش اینه. خب و بعد چیزی که میبینیم این خط بنفشه هستش. ببینید 75 سانت نشون داده. این خط بنفشه میشه اینجا، این قسمت رو داره نشون میده. اینو بهش میگن اضافه ارز خاک برداری که خود نقشه معمولا میده چقدر باشه که اینجا راحت بتونن برن قالب ببندن یا این قالبی که بستن رو مهار کنن و بسته به ارتفاع، بسته به اون ارتفاعی که داره، عمقی که داره سازمون بیشتر میشه و کمتر میشه. توی نقشمون مورد بعدی که میبینیم اینا که اندازه ها هستند. مقیاس نقشمون هم حتما حواستون باشه، 1:50. این دوتا ایکس و ایگرگ که میبینید کوردینیت یا مختصات هستند. با استفاده از اینا نقشه بردارها میرن و با استفاده از این دوتا نقطه با دوربین این سازو دقیقا توی این محل، توی این دوتا نقطه پیاده میکنند. عمق خاک برداریمون -7.50 هستش. این قسمت -7.80 هستش و دیگه عمق خاک برداری نداریم. بعد این قسمت هم که چرا عمیق شده رو خدمتتون عرض کنم. ما نیاز داریم بعضی وقتا که آبهایی که داخل سازمان جمع میشه رو بیایم و به یه سمتی هدایت کنیم. به همین دلیل الان که میبینید اینجا چیزی نیست، شیب این قسمت ها به این سمت میره و داخل این سامپ جمع میشه. اینو بهش میگن سامپ و اگه میخوام بهتون نشون بدم این نوع نوشتارش میشه این سامپ. خب و سکشن هم از اینجا زده شده. سکشن آ ببینیم این چی داره. بس میخوام، من مجبور شدم ویدیو رو یه جای قطع کنم، ادامه بدیم. بله، سکشنی هم که دارید ملاحظه میکنید عمق خاک برداری ما -75. این گپی که اینجا میبینید مربوط میشه به متون مگر که معمولا 10 سانت هستش. اسکیل نقشه رو من انتخاب کنم ببینم یه دونه هست. آره بزنم، اشتباه احساس میکنم اسکیل نقشه رو اشتباه گذاشتن اینجا. حالا من اینو مچ کنم. آره 10 سانت و منظورش اینجا بتون مکر هستش. عرض سازمون، عرض فونداسیونمون، ارتفاع و هر چیزی که میتونیم از اینجا برش بزنیم سازمون رو اینجا میتونیم ببینیم. حالا برسیم ما از اینا رد میشیم که اینجا چیا هست، پدستال هست، دیوار هست، خود این سامپه هست. ما اینجا وقتمون رو هدر ندیم چون که همه اینا قراره توی بخش آموزش نقشه خوانی توضیح داده بشه. خب این میشه نقشه فونداسیون ما. Reinforcement Plan at level -6.90 اسکیل 1:50. خب حالا این 6.90 از کجا میاد؟ من از همینجا میتونم دیگه
ببینید اینجا میشه روی فونداسیون رو کدشو میده و آرماتور بندیشو میگه که در نظر بگیرید. اولین کاری که واسه تهیه لیستوفر با استفاده از این روشی که ما داریم تدریس میکنیم انجام بدید اینه که نقشه رو الاین کنید و یک به یک کنید و کارتون راحت باشه، ولی به شرطی که مقیاسای اون نقشه‌ای که میخواید با هم یکی باشه. من این نقشه رو میخوام، خب، و این نقشه هم مقیاسش 1 به 50. من اینو از این قسمت جداش میکنم و اینو هم همینطور میبرمش توی یه شیت نقشه دیگه و اینجا پیستشو میکنم. خب من اولین کاری که میکنم اینه که این نقشه رو بلوکش میکنم. میگم چرا بلوک کنید، اسکیل نکنید، چون بعدا به هم میریزه. اسمشو میذارم 1 و این رو هم بلوک میکنم. بیل اینتر بزنید بلوک میشه 2. خب اولین کاری که میکنم اینه که اینو 1 به 1ش میکنم، یه دونه ممیز 3 تایپ میکنم و الاین رو تایپ میکنم و میایم این نقشه رو باید 2 نقطه‌ای که دارید الاین میکنید یکی باشن ها. من اسنپامو روشن کنم. F8 نمیتونم بزنم چون میکروفونم قطع میشه. خب روشن هست. الاین و از این نقطه به این و این نقطه هم به این قسمت. خب این الاین شد. حالا یکم گم میشه ولی اشکال نداره. حالا میام اینو الاینش میکنم 6 و نیم. دوباره انتخاب میکنم الاین این قسمت به این سر خط و این قسمت هم به این سر خط. خب اینو کنترل ایکس میزنم، 2 تا اسکرول بار رو با هم فشار میدم میاد این قسمت و کنترل وی رو میزنم. چک میکنم نقشه‌مو با استاندارد دایمنشن استایل استاندارد. خب ببینم این 6 و نیمه و اینجا هم باید 30 باشه. درست، هر دو تا الان 1 به 1 شدن. خب کار بعدی که انجام میدم اینه که میام ببینم چه پوزایی دارم. دوستان میبینید یه سری آرماتور ارزی دارم با پوز 1 مشخص کرده. این علاماتی که دارید میبینید یعنی پوز 1. فیش 20 ات این آرماتور، ات حالا بهتون میگم یعنی چی، 20 و تاپ و بات هم بالا هست هم پایین. ال هم یعنی طول کل، یعنی این خم، این طول و این خم با هم میشه 7 و 95، یعنی 7 و 35 میشه طول آزادش. 30 سانتی اینجا خم داره، 30 سانتی هم اینجا خم داره، میشه طولش، طول کلش. پوز 2 رو هم دارم، ببینم پوز 2 هم کجاست. اینجا میشه. پوز 3 دارم میشه این. پوزای بعدی هم به این شکلی رفته 43 44. اینا هیچ اشکالی ندارن. این قسمت هم یه چند تا پوز دارم میبینید. پس نقشه رو حتما باید با دقت نگاه کنید. بعضی وقتا هم دیدید پوز ندارید یا قبلا جایی تعریف شده، مثلا ممکنه اینجا یه جایی تعریف شده باشه، اگه دیدید ندارید خودتون شماره گذاری کنید. خب حالا من میخوام ببینم، هنوز اکسل نرفتیم ما، هنوز اصلا فرمت رو باز نکردیم که ببینیم اونجا چیا داریم. حالا من میخوام ببینم اینجا چند تا آرماتور دارم از این پوز. دوستان میبینید این 2 تا خط رسیدن به هم، یه تقاطع، یه دونه دایره کشیده شده، یا اینجا یا مثلا اینجا یا اینجا یا اینجا. طراح این وظیفه رو داره که به این شکل بیاد خط پخش نشون بده. این خط سفیده که میبینید از اینجا تا اینجا نشون داده، اینو بهش میگن خط پخش و وظیفه طراح هستش که این کارو بیاد انجام بده که من بدونم این آرماتوری که به من داده با عنوان پوز 1 توی چه مسیر، توی چه طولی قرار پخش بشه. حالا اینجا به من نشون داده، من اینو میبرم
اینجا وصلش میکنم و رنگم رو عوض میکنم که به هم نریزم. از اینجا 5 سانت 7 سانت کاور دارم دیگه، درسته؟ باز میخوام 7 سانت کاورم رو میزنم اینجا -0.7. دلیل این که میگم 1 به 1 کنید اینه بیشتر که هر چیزی میخواید دیگه نیاز نباشه مقیاس ثبت کنید، وقت هدر بگید. و اینو من این خط رو میکشم، این فاصله هم 7 سانت، این اولین آرماتورم که به این شکل قراره چیده بشه. به این شکل ببینید این آرماتور قراره به این شکل اینجاها قرار بگیره، به این شکل یکم صافتر دیگه. خب حالا میخوام اونو نشون بدم. من اینو میام و اره رو میزنم. راه های دیگه هم داره ولی کامل ترین روش همینه که با اره بیایید و تقسیم کنید. ببینید برام تقسیم شد ولی اینجا گفته عدد چند؟ عدد 20. من باید فاصله رو 2/10 کنم که بتونم 20 رو اینجا پیاده کنم. خب تعدادش رو ببینید تا آخر رفت و اینجا یه فاصله کمی موند. خب پس من اینجا آرماتور ارزیم تعدادش چند تا؟ 67. 67 ضرب در 2 که میشه 134 تا. پس من الان اینجا این پوزم مشخص شد. خب حالا ادامهش میره توی فایل اکسل. خب حالا تا اونو انجام ندادم این پوزم تقسیم کنیم. ببین من حالا اینم میکشم، فقط لایه بندی و حواستون باشه. حالا من لایه بندی نکردم، یک گروه لایه اضافه کنید به اسم یوزر و اینجا بنویسید که مثلا خط پخش. خب من اون دوتا رو باید ببرم توی، حالا این کارا رو انجام میدم بعدا. من الان توی وقت این ویدیو فکر نکنم بگنجه. خب این کارم دقیقا مثل همین باید انجام بدیم که ببینیم چند تا آرماتور توی این مسیر میخوره. من ویدیو رو قطع میکنم، توی ویدیو بعدی بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. خب دوستان عزیز بریم سراغ ادامه آموزش و این خط پخش هم بزنیم. ببینید دوباره ما اینجا 5 سانت کاور داریم، انجامش میدیم، خطمون میکشیم، دوباره اری و پس به عنوان مسیر من این جهت تا انتها. خب چرا تا انتها؟ چون که اینجا گفته تا انتها خط پخش منه و عطر آرماتورای من این آرماتور دوباره -2 هستش. به این شکل این دوتا پوز الان برای من انجام شدن، یعنی من تعدادشون رو دارم. ببینید 38 تا. دقت کنید که حتما بالا پایین رو با هم بگیرید و این آرماتور هم که 67. حالا ما این کار رو انجام دادیم، نمیگم که این کار انجام دادیم دیگه بقیه رو خودتون برید انجام میدید، تک به تک با هم انجام میدیم و در انتها یکم که از این سمت آزادتر شدیم میریم سراغ اکسل. وارد کردنش تو اکسل چیز خاصی نداره، فقط باید قدرت آدرس‌دهیتون بالا باشه که اونم راحت تره، چیزی نیست. امیدوارم که از این آموزش ها نهایت استفاده رو ببرید و ما رو حتما سابسکرایب کنید. من خیلی انرژی میگیرم اگه کامنت بذارید و 2 برابر سعی میکنم که یاد بدم این چیزی که بلدم رو. یا علی، روزتون بخیر و خداحافظ.